بهتون تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. چرا تسلیت میگی؟ پدر آقای دکتر افشار فوت کردن. واقعا؟ بله. متاسف شد. ولی افشار دکتر میشه. حالا نباشه، چند روز باباش مرده بهش بگین دکتر، چیزی میشه ازتون کم میاد. ولی فقط تا 40 ما. باش. این بابای دکتر افشاره؟ نه خیر، اون گوزه، اون کناری بابای آقای دکتر افشاره. که مرده؟ کدومشون، گوز یا پدر آقای دکتر افشار؟ گوز. این گوز سال 74 توسط پدر آقای دکتر افشار توی جنگل‌های کنیا شکار شدن. خانم دارم شوخی میکنم، پدر دکتر افشار میگم. پدر آقای دکتر افشار صبح وقتی از خواب پا میشن حالشون خوب بوده، بعد میرن بیرون خرید کنن، خانمشون میاد میبینه در بازه. بعد حالا خودشون کجا؟ خودشون که زیر خروارها خروار خاک خفتن. مرحومو نمیگم. گوز نمیگین. گوز که به احتمال زیاد هم موقع خودشون خورده شدن، ولی سرشون تو پذیرایی خونه پدر آقای دکتر افشار الان روی دیوار نصب شد. خانم نیما رو میگم. آقای دکتر افشار و آقای دکتر ملکی رفتن تو اون دستشویی خودشونو حبس کردن. کجا؟ من اول ببینم تعلمات شدید روحی آقای دکتر بهشون اجازه میده شما رو بپذیرن یا نه.